سلام. خیلی خوب. بذارین قبل از اینکه شروع کنیم وارد بحث برنامه نویسی بشیم و چجوری کار میکنیم، اول یه مقدماتی داشته باشیم. به این پیجا برمیگردیم و بیشتر در موردشون توضیح قرار بدم. ولی واسه کسایی که تازه وارد این رشته میشن و هیچی نمیدونن، این به نظر من یه مقدمه خوبیه که یه تصویر کاملی نسبت به چیزی که اتفاق میفته داشته باشیم تا بتونیم بر اساس اون خودمون هم تصمیم بگیریم که کدوم قسمت از این رشته رو میخوایم ادامه بدیم. توی این دوره که قرار توضیح بدم بیشتر از زبان سی شارپ قرار استفاده کنیم برای برنامه نویسی. سی شارپ یکی از چندین زبانیه که میشه باهاش برنامه نویسی کردش. چرا سی شارپ رو انتخاب کردیم؟ برای اینکه سی شارپ یک زبانیه که خیلی از مولتی پرپس بهش میگیم، میتونیم باهاش خیلی کارا بکنیم. مثلا میتونیم باهاش واسه موبایل برنامه بنویسیم، واسه وب برنامه نویسیم، واسه گوشی، واسه کنسولای گیمینگ برنامه بنویسیم، برنامه‌های گیم بنویسیم. میتونیم باهاشون امبدد سیستم پروگرام کنیم. امبدد سیستم چیه؟ سیستم های کوچیکی که مثلا انگاری مثل کامپیوتره ولی خیلی کوچیک، مصرف برقش کمه. مثلا ما خود گوشی رو یک امبدد سیستم حساب میکنیم ولی فقط محدود به گوشی نیست. مثلا سیستم هایی که توی سیستم صوتی ماشینا استفاده میشه، سیستم های جدیدی که توی واسه ترموستات ها استفاده میشه، یا همون مثلا این سیستم هایی که واسه صحبت کردم گوگل اسیستنت یا الکسا اگر داشته باشین تو خونه استفاده میکنین، تمام اینا سیستم های کوچیکیه که از بردهای خیلی ساده استفاده شده که میتونن محاسبات کامپیوتری انجام بدن. اینا امبدد سیستم هست. سی شارپ یک زبانی نیستش که فقط واسه برنامه‌نویسی وب استفاده بشه. برای خیلی جاها میتونیم ازش استفاده کنیم. توی کلاود کامپیوتینگ، توی سیستم ابری هم میشه ازش استفاده کرد و هزاران آپشن دیگه داره، مثل ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی. زبان‌های دیگه که مثل سی شارپن در رده سی شارپ هم میشه به پایتون، جاوا، سی پلاس پلاس اشاره کردش، یا اف شارپ که یه ذره کمتر محبوبه و مطرحه، ولی دامنه استفاده هر کدوم از این زبان یک ذره متغیره نسبت به اون یکی، باعث میشن که یه ذره متفاوت باشن. مثلا راستو داریم، گو داریم که واسه جاهای دیگه استفاده میشن. ولی به نظر من سی شارپ خیلی راحته واسه یادگیری، پرفورمنس خیلی بالایی داره و یه کامیونیتی خیلی گسترده‌ای داره که شما میتونید در موردش خیلی جاها مطالعه کنید. مهم اون یاد گرفتن بیس برنامه نویسی. وقتی که بیس برنامه نویسی یاد بگیرین، خیلی سریع میتونین اون یکی زبونا رو هم یاد بگیریم. مهم اینه که یکی از این زبونا رو قشنگ کامل با دقت تو عمقش برین یاد بگیرین. زبان‌های دیگر رو یاد گرفتن خیلی سریعه. مهم اون منطق برنامه نویسیه که باید یاد گرفت. طبیعتا زبان‌های دیگه هستش که مثلا اینجا اشاره کردم به SQL یا SQL. SQL Structured Query Language یعنی یک زبانی تخصصی. این زبان فقط استفاده میشه برای دسترسی به داده ها. از نمونه برنامه هایی که بر اساس SQL کار میکنم، مایکروسافت سیکوال سرور، مای سیکوال، اوراکل و مثلا پستگرس هستش. خیلی زبان‌های دیگه هستش که سیکوال رو ساپورت میکنن. یا اینکه نو سیکوال میگیم، یعنی زبان‌هایی که استراکچرد نیستن. از این زبان‌ها میتونیم به مانگو دی بی و الاستیک سرچ اشاره کنیم. من اینو یه ذره غلط کشیدم. دقیقاً وقتی ما صحبت از نو سیکوال میکنیم، زبان‌های مثل مانگو دی بی و الاستیک سرچ مطرحه که ساختار تیبل جدولی ندارن، ریلیشنشیپ هایی که توی سیکوال سرور هست رو ندارن.
بستگی به نیازمون بعضی وقتا یکی از بعد بستگی به نیاز سیستممون ترجیح بدیم که میخوایم از سیکوال استفاده کنیم یا نو سیکوال. بعضی وقتا تقریبا دوتاشون هم یک ولو مساوی دارن. این بستگی به نوع سیستم، معمار سیستم ترجیح میده که کدوم یکی باید استفاده بشه. ولی فقط به نو سیکوال و سیکوال محدود نیست. حتی مثلا فایل تکستی که تو سیستم داریم که CSV یکی از، یعنی فایل تکست با فرمت خاصی یا XML یا JSON، اینا خودشون دیتا که سیستم میتونه ازشون استفاده کنه. دقیقاً هر چیزی که میتونه به ما اطلاعات بده و ما میتونیم بخویم و ازش اطلاعات بگیم از توی هارد درایو سیستممون، بهش میگیم دیتابیس. ولی فرق سیکوال نو سیکوال دیتابیس با فایل ساده اینه که امنیت بیشتری دارن. یه سری سیستم مدیریت خاصی دارن که به شما اجازه میده بهشون توی اینترنت دسترسی، از روی شبکه دسترسی داشته باشین، امنیت داشته باشن که باید شناسایی بشین، authentication و authorization داشته باشین. اینا چیزیه که متفاوته بین NoSQL SQL دیتابیس و سیستم‌های مثل CSV که یه فایل توی کامپیوتر شما از همون لحظه که دسترسی به سیستم میتونید باز کنین و ببینید. یا مدیریت اینکه تو شرایط خطرناک چجوری ریکاور بشن اگر کرش کردن، بکاپشون چجوری استفاده میشه. سیستم‌های مثل SQL و NoSQL or مثلا شردینگ اینا کامپلیکیتدشون میکنه، ولی پیچیدهشون میکنه، ولی مدیریتشون راحت تر. بعد زبونهای دیگه داریم مثل Angular، React، Vue. به اینا نمیتونم بگم زبان، اینا فریمورک هم. یک سری ابزاراتی که جمع شده توی یک پک که به شما اجازه میده که برنامه واسه وب طراحی کنید. مثلا وبسایت هایی که میریم مثلا مثل سایت گوگل، سایت اپل، فیسبوک، اینا همشون از طریق این اپلیکیشن ها دیولپ شده. در طی زمان اینها به همدیگه بیشتر نزدیک میشه. مثلا سی شارپ قبلا فقط واسه ویندوز بود، در طی زمان یواش یواش سی شارپ الان داره ساپورت میکنه مولتی پلتفرم، یعنی ویندوز، لینوکس، اپراتینگ سیستم مثل مک. الان میبینیم من دارم تو مک برنامه میخوام بنویسم، قبلا مثلا تا 8 سال 10 سال پیش این امکان نبودش، فقط تو برنامه نویسی با سی شارپ توی ویندوز میشد. ولی الان که سیستماشون پیشرفته شده و لایبرریاشون رو که کد توش نوشتن آپدیت کردن، از طریق پروژه‌ای که به اسم مونو معروف بود توانستن این امکان ایجاد کنن که سی شارپ توی سیستم‌های مولتی پلتفرم بشه و امبدد سیستم هم ران بشه که باعث میشه فلکسیبیلیتی این برنامه زبون رو بیشتر کنه. همونجور توی وب اپلیکیشن ها هم قبلا فقط واسه برنامه‌نویسی وب استفاده میشد، ولی به دلیل پیشرفت فریمورک های مثل آیونیک و نرم افزارها، ابزاراتی مثل کپاسیتور این امکان ایجاد میکنه که اون فرق بین وب و موبایل و نیازهایی که ما توی موبایل نیاز داریم روز به روز کمتر بشه، پرفورمنس این اپلیکیشن ها بیشتر بشه و قدرتی که به پروسسور گوشی ها قوی تر میشه. این امکان ایجاد بکنه که به جای که ما بیایم از زبان پایه‌ای مثل C واسه برنامه نویسی گوشی استفاده کنیم، بتونیم خیلی راحت از طریق فریمورک های مثل Angular، React، Vue وب طراحی کنیم که رو موبایل مثل یک اپلیکیشن استفاده بشه و باعث میشه که دامنه این سیستم ها تغییر پیدا کنه. دیگه وب اپلیکیشن نیست، واقعا وب اپلیکیشن از یک تولز مثل Angular و Ionic که قسمتی از یک رپ روی انگلره میتونیم واسه برنامه نویسی واسه موبایل استفاده کنیم که نیازمون دیگه به زبان لول پایین رو کمتر میکنه. مزیتش چیه؟ مزیتش اینه که ما میتونیم از یک زبان برای گوشی‌های مختلف مثل اپل و اندروید استفاده کنیم بدون نیاز به داشتن اطلاع از سیستم سیستم عامل اون دستگاه. این یک نگرش کامل به سیستمه، خب که دقیقا یه بدونیم که چی هستش. پس ما پایگاه داده داریم که
داده هامون رو ذخیره میکنه. یک زبان برنامه نویسی داریم که میتونیم از طریق اون زبان برنامه نویسی به پایگاه دادهمون دسترسی پیدا کنیم و داده ها رو بگیریم پردازش کنیم که مثل سی شارپ و پایتون و جاوا هست و اپلیکیشن های تولز و فریمورک های مثل انگولار، ریاکت، ویو، آیونیک هستن که به ما اجازه میدن که این داده ها رو در قسمت جلو در روی صفحه به مشتریمون نشون بدیم. بیشتر توضیحات با سی شارپ شروع میکنیم. سی شارپ یه مقدمات سی شارپ، یه مقدمات از سیکوال و بعد یه مقدمات از وب اپلیکیشن تا یک نگرش کامل به همه این سیستم رو داشته باشیم. هر کدوم از این کامپوننت، هر کدوم از این المنت های سیستم ما چجوری کار میکنن. بعد میریم بیشتر توی عمق قضیه که چجوری میتونیم بهترین برنامه رو تو اون زبان واسه اون منطقه بنویسیم. این از لحاظ تکنولوژی که استفاده میشه واسه برنامه نویسی و اجرای سیستم ها. طبیعتا نرم افزارهای مختلفی اینجا درگیر ما میشن که نیاز داریم استفاده کنیم. از جمله مثلا داکر هستش، مثلا پستمن هست واسه چک کردن دیتا برای بک‌اند. خیلی مثلا خود وی اس کد که ما باید تصمیم بگیریم از کدوم یکیش تو جای مختلف میتونیم استفاده کنیم. طی فرآیند استفاده از هر کدوم از این قسمت‌های سیستم اینا رو بیشتر توضیح میدم. ولی از لحاظ آرایش سیستم، هر گروه برنامه نویسی یک وقتی ما یه نرم افزار تولید میکنیم، این یک کار یه نفره نیست، یک صنعته و چندین نفر توی این تیم شرکت میکنن برای انجام کار. بهتر که بدونیم که نقش انسان‌های مختلف که توی تیم ما هستش چیه. یه سری از کسایی که توی این سیستم کار میکنن بهشون میگیم دیولپرز. این کسایی که دیولپرن تقریبا زیرساخت این سیستم، کسی که این سیستم رو میسازه دیولپر. دیولپرها میتونن نقشه‌های مختلف داشته باشن. اگر فقط واسه فرانت اند، یعنی مثلا از نرم افزار مثل انگولار، ریاکت، ویو یا فقط HTML و CSS استفاده میکنن که یک وبسایت طراحی کنن، بهشون میگیم فرانت اند دیولپر. بعضی از دیولپرها فقط توی کد که توی سرور کار میکنن رو مینویسن که مثلا مثل با سی شارپ کار میکنن یا PHP، ASP.NET. به این رول میگیم بک اند دیولپر. بعضی وقتا میبینیم که یک شرکتی نیاز به یک نفر داره که هم وبسایت رو طراحی کنه هم کد سرور رو بنویسه، یا یک نفر باشه که بین این دو نقش دیگه وقتی که سیستم توی طراحی نیاز بیشتر به بک اند دارن بتونه کارهای بک اند رو کنه، وقتی که نیاز به فرانت اند دارن کارهای فرانت اند رو کنه. بیشتر به صورت نرمال بیشتر پول میگیره از فول استک دیولپر، برای اینکه اطلاعات بیشتری داره و فلکسیبیلیتی بیشتری به تیم میاره. یا دیتابیس دیولپر داریم که فقط کوئری هایی که واسه اینکه دیتا رو از دیتابیس بگیره، دیتا رو توی دیتابیس ذخیره کنه و مدیریت کنه رو مینویسه که بهش میگن دیتابیس دیولپر. این نقشه میتونه با هم ادغام بشه به اسم فول استک دیولپر اجرا بشه. حتی مثلا بعضی گروه ها فقط فول استک دیولپر رو به عنوان دیولپر میشناسن که فقط فرانت اند و بک اند دیولپر میکنه، به دیتابیس دسترسی نداره. بستگی به این داره که تیم شما و شرکتی که واسش کار میکنین چقدر بزرگه، چقدر باجت سرمایه دارن برای ساختار تیمشون. یه سری افراد دیگه تو تیم ما میشن که مدیریت امنیت سیستممون رو دارن. مثلا وقتی ما مثلا دیتابیس پایگاه داده به اسم سیکوال سرور داریم، یک شخصی هستش که باعث مثلا این کاربرای اون دیتابیس اونجا معرفی میکنه، میگه کی حق داره چه دیتایی دسترسی داشته باشه، یا اپراتینگ سیستم عاملای توی شرکت رو مدیریت میکنه. یا وقتی مثلا شرکت های بزرگ Identity Access Management مثلا میگن که
هر کاربر یا نقش‌های مختلف دسترسی به کدوم قسمت‌های سیستم رو داره. اینا کلهم روی زیر چتر ادمین هستن و مدیریت مسئولیت حفظ سلامت سیستم قسمت‌های مختلف سیستممون رو به عهده میگیرن. دیوآپس یه ذره متفاوته. دیوآپس تقریبا یعنی اینکه ترکیب دیولپر و اپریشن، یعنی هم کار اپریتینگ رو میکنه، ادمینستریتیو میکنه، هم کار دیولپینگ میکنه. تقریبا مکمل دو قسمت، یعنی دو قسمت رو به هم باید دیولپینگ نمیکنم، جوش میده این دو قسمت رو به هم. QA یکی از رول هایی که خیلی ساده است نسبت به اون یکی ها، واسه اینکه بگم چی کار میکنه، ولی کارشون راحت نیست، مسئولیتشون زیاده. quality assurance یعنی اینکه این شخص که توی تیم به عنوان QA کار میکنه مسئول اینه که اون نیازمندی های سیستم رو دونسته باشه و مطمئن باشه که کدی که دیولپر ساخته اون نیازمندی ها رو مطابقت میکنه، میت میکنه، یعنی قابل قبوله چیزی که نوشتن، نیازمندی های سیستمه. این نقش توی تیم از روزی که سیستم شروع به کار میکنه، وقتی که میتینگ های اجرا میشه که بگن که چی میخوان، QA نوت برداری میکنه، میدونه که چی میخوان، اونا رو تبدیل میکنه به مشخصات سیستم و وقتی که دیولپر کد رو مینویسه بهش میده که تست کنه و بر اساس اون داکیومنتی که تو خودش ایجاد کرده تایید میکنه که این کار شده، درست انجام شده یا نه. QA دو قسمت داره. بعضی از QA ها مانوال تست میکنن، یعنی اینکه مثلا اگر یه دیولپری اومده دکمه ورود به سیستم لاگین درست کرده، میره دکمه لاگین رو میزنه با یوزرنیم پسورد درست، میبینه لاگین شد، رفت به پیج بعد، پس قبوله. یه بار دیگه با یه یوزرنیم پسورد غلط میزنه، دکمه لاگین رو میزنه، ببین اگر مثلا گفتن که یک اخطار خاصی باید بده، اون ظاهر شد، میگه اینم قبوله، پس این خواسته، این نیاز سیستم درست اجرا شده. به این میگم یک QA که کارشو به صورت دستی انجام میده. توی بازار امروز رفته نقش این رول یه ذره داره کمرنگ میشه، چون که واقعا غیر ممکن داره میشه یک تیمی که مثلا 15 تا برنامه نویس داره که هر روز دارن کد اضافه میکنن به سیستم، این برنامه نویسا میتونن کدهای قبلی رو در اساس اجرای کد جدید ایجاد خطر کنن، یعنی مثلا کد درست اجرا نشه. اگر درست اجرا نشه QA موظفه که همه اونا رو از اول تست کنه و این رفته غیر ممکن میشه توی سیستمی که مثلا 4-5 سال عمرشه. و این باعث میشه که ما نگاه کنیم به QA هایی که میتونن تستا رو اتومات کنن. اتوماسیون تست توی قسمت های مختلف متفاوته. شما اگر مثلا یک بک‌اند داشته باشید، مثلا از نرم افزاری مثل پستمن میتونیم استفاده کنیم واسه تست، ولی واسه وبسایت مثلا نرم افزاری مثل پلیرایت هستش، سایپرس هست، سلنیوم هست واسه تست استفاده میکنن که اینا رو رفته توی دوره آموزشی انشالله به همشون توضیح قرار بدم. پس QA دو قسمت داره، میتونه دستی کار کنه، میتونه اتومات کنه سیستم. مزیت اتوماسیون اینه که درسته وقتی که میخواد تست کنه اون تست طول میکشه، چون باید مثل یک برنامه نویسی کد بنویسه، ولی بعد از اینکه نوشت تو طی زمانی که این سیستم داره کار میکنه، هر کد جدیدی که وارد سیستم میشه تست QA اتوماتیک اجرا میشه و مطمئن میشن که این سیستم اون فانکشنالیتی های قدیمی رو خراب نکرده.
بعد توی قسمت بالای هرم تیم ما نقشای مثل اسکرام مستر، پروداکت اونر، منیجر داریم. بستگی به سایز تیم، بعضی وقتا این 3 تا نقش مال یه نفره، بعضی وقتا توی تیم‌های بزرگ هر کدوم از این نقشا به یه نفر داده میشه. اسکرام مستر دقیقا میاد مثلا اون کارهایی که خواستن و وظایف رو تیکه تیکه میکنه، به هر کدوم از برنامه نویسی ها وظیفه مشخصی میده، مطمئن میشه میتینگ های تیم در وقت خاص اجرا شده، میتینگ ها رو ثبت میکنه. وقتی که مثلا آخر هر دوره برنامه نویسی دیولپرها کارشون تمام شد، یه میتینگ دارن که مثلا میگن چی درست پیش رفت، چی غلط پیش رفت، بهش میگیم رتروسپکتیو میتینگ. تو اون میتینگ میشینه مثلا نوت بردار میکنه که خب نسبت به نتیجه که از این میتینگ گرفتیم دوره بعدی چیا رو نباید بکنیم، چیا رو باید بکنیم، چه مثلا برداشتی کردیم از اون میتینگ که میتونه راه حل باشه واسه بهتر انجام دادن کارمون توی تیم. پروداکت اونر میتونه مثلا اون خاصیت های سیستم موظفه که با لول بالاتر با ساب کار در میان بذاره که بدونه که اونا چی از ما میخوان، اون اطلاعات سیستم رو جمع آوری میکنه و میاره به دیولپرها، میگه که چی میخوان از ما مثلا با ما دیولپر نمیریم با ساب کار صحبت کنیم که چی میخواد. توی سیستم درست ساب کار با پروداکت اونر صحبت میکنه. ولی خب اگه سیستم کوچیکی باشه شاید دیولپر همه این نقشه عهده یه نفر باشه و این کار. ولی اصولا سیستمی که با یکی دو نفر کار کنه درست نیست، نمیتونه اجرا بشه. حداقل تو این لول باید دسته بندی بشه. این درست نیست یه دیولپر کیو خودش بره. حالا اگه مثلا فقط 2 نفر داریم، نفر اول میتونه کیو نفر دوم بشه، نفر دوم میتونه کیو نفر اول بشه، کلاهشون عوض کنن، ولی هیچ وقت خودش نمیتونه کلاه خودش رو کیو کنه. در اون صورت مشکل ایجاد میشه. منیجر بیشتر موظفه که توی دوره‌ای که شما توی تیم هستین مطمئن باشه که شما تمام نیازمندیاتون رو دارین، حقوقتون رو محاسبه میکنه، بهتون افزایش حقوق میده، مطمئن میشه که تیم با هم دیگه رفتارشون درسته. اگر هر گونه مشکلی داشته باشه قبل از اینکه تقریبا منابع انسانی HR وارد کار بشه یا تیم در مورد تصمیم گیریشون مشکل داشته باشن، حل کنه مشکلشون و دونه دونه دیولپرهای تیم، QA یا ادمین تیم، هر کس هست، توی پیشرفتشون توی نقششون رو امکان پذیر بکنه. خیلی خوب، این یک نگرش کامل به برنامه نویسی و صنعت برنامه نویسیه. یعنی واقعا یک چیز خیلی ساده که من برم بشینم یک کد بنویسم نیست. اگر شما فقط یک کد بنویسین که این اطلاعات رو بگه، این خروجی رو بده، این در واقع ما نمیگیم برنامه، این پروگرامره. خیلی جدا از بحثی که میخوایم بکنیم. خب اولین بخش قسمتی که میخوایم توضیح بدیم C#. توی ویدیو بعدی شروع میکنم C#